این روبیه، اینم داداش دختره. بله ایشونم. خشن و بی‌عصا. صداشو. و ایشونم معشوقشون، یعنی خود دختره. و این هم بوسه یار. البته صبر کنید، انقدرم راحت نبود. ایشون همون داداش دختره است. خیلی هم عصبانیه چون فهمیده اونا با هم قرارای یواشکی میذارن و اینجا میخواد حساب روبی ما رو کف دستش بذاره که خوشبختانه موفق نشد. روبی اولش خواست چنگالشو تیز کنه و بره به جنگش، ولی بعدش یه فکر خیلی بهتر به سرش زد. اون تصمیم گرفت مثل یه جنتل کت براشون گل بچینه تا اینجوری دل هر دوشون رو به دست بیاره. اما به دلیل جا نیفتادن مقوله نوظهور جنتل کت بین خانواده هاشون، ما به همون روش سنتی گربه ای رو آوردیم و با یه مقداری هدیه خوراکی این پیوند صورت گرفت.